مهسا آرام، به چنل من خوش اومدین. خب موضوع اینه که امروز تولد یکی از دوستای دوران راهنماییمه، پس گفتم که خیلی خوبه که با هم دیگه حاضر بشیم. الان هم دارم عرق میزنم، ساعت 4 و ساعت 6 تولد شروع میشه و گفتم که حاضر شیم دیگه، زودتر بریم تو کارش. تازه همون بودم با سر موهام شبیه شیره و میخوام موهامو اتو کنم. خشک کردم ولی پاییناش خوب خشک نشده، واسه همین میگم بهتره که اول آرایش کنم بعد دوباره اتو میزنم. ببینیم چی میشه دیگه. این اول بگم که میخوام دارک میکاپ کنم چون که لباسم مشکیه و خیلی خفنگونه است. بعد آره دیگه هم اول میکاپ من همیشه از این خوشگله استفاده میکنم. این خیلی خوبه، ضد آفتاب. به عنوان پرایمر میزنم به پوستم. بعضی موقع هم کلا کانسیلر نمیزنم، فقط همین رو میزنم. بعضی موقع که هوا خیلی آفتابیه و اینا خیلی خوبه، حتما ضد آفتاب استفاده کنید. این قسمت رو میزنم که یک زیرساز داشته باشیم. فکر کنم یکم باید دست بجون بودم چون که الان دیدم ساعت 4:20 دقیقه شده. اینا رو همینطوری با دست فیدش میکنیم. فکر کنم خیلی میزنم، هیچ وقت انقدر نمیزنم. وای اشکال نداره، امیدوارم میکاپ زیبایی بشه. بیشتر سایه چشمش مهمه این میکاپ. همین دیگه. میخوام از اکسسوری نقره‌ای استفاده کنم چون که لباسم مشکی و نقره‌ایه. وای یکم تاقان شدم. شد خیلی بدم نشد. برید نگاه کنین چقدر خوبه. اصلا انگار هیچی رو صورت هم نیست با اینکه من این همه زدم. پوستتون رو براق میکنه، خیلی خوبه. این تابستون از این استفاده نکرده باشی باختی. کانسیلرم خیلی روشنه، واسه همین من خیلی از کانسیلرم استفاده نمی کنم. میزنم ببینید، 2 تا میزنم چون میدونم خیلی بد میشه. من این قسمت های صورتم رو همیشه میزنم. این قسمت، اینجا، اینجا، فکر کنم کافیه. گفتم مثلا روشن با کم بذارم. من فکر کردم خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا. چرا بخاطر اینکه نقاشی میکشم بهت. تو نقاشی هم کلا اینجوری هم که فقط میخوام فیک کنم. نمیخوام یه رنگ همینطوری بیاد. خیلی سر این به مشکل برمیخورم. این خیلی هم روشن نشده اسم. اوکیه. قشنگ شده. بریم تو کار سایه. هیچی نشد. خب قلموی گرد ندارم، مجبورم از این استفاده کنم. نمیدونم دارم چی کار میکنم ولی دارم من دارم میرم دارم خوش بزن کامل رسته بشه. حقیقی استفاده دارم. عزیز با دست انجام میدیم. بس میگم برامش مشکی بزنم که از این قهوه‌ای هم دارم میگیرم.
داره یه چیزی میشه، یه چیزی داره میشه. به سختی یه چیزی در بردم دیگه. حس میکنم بد نشد. خب حالا از این زیبارو کمک میگیریم و این رو به این شکل از وسط تا بالا میاریم. بیشتر از این زیبا میگیریم، این وسط رو میاریم این بالا 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 بالا. کاش که نقره‌ای بود، خیلی به نقره‌ای میزنده. حالا از این مداد مشکی خیلی جذاب استفاده میکنیم، درون چشم رو میکشیم. میکاپ رو تا اینجا استوب میزنم، روش و اینا باشه بعد لباس بپوشیم. اینم از استایل جذابم، ایناش. حالا موهامون رو درست کنیم. دوستان خیلی عجله دارم، به تقسیم کشی اونجوری نمیرسیم، همینطوری شرطی پرتی میزم. موهام هم نم داره، میسوزه همه. چیکار کنیم دیگه؟ باید میرفتم نیلوفر آرایشگاه، الان یه چی در بیاره، نرفته میشه و گردم. چه دختر هنرمندی، چه دختری، جون دختره. خوشگلا نظرتونه؟ روغن میزنم به پایینش، روغن رو هم داره تمام میشه، روغن نارگیل، چون که موهام خیلی دو شاخه‌ایه، سری دو شاخه میفته و سری روغن نارگیل میزنم چون که شنیدم خوبه خیلی. من مدام استفاده نمیکنم، نمیدونم حالا شایدم خوب باشه، ولی چون که من مدام استفاده نمیکنم تاثیر خاصی ازش ندیدم. اگه شما گرفتین روتین داشته باشین. من هیچ وقت تو زندگی نتونستم یه روتین خوب داشته باشم. نورم خیلی بده دوستان برای اکسسوری، چون که همونطور که داریم ببینیم کمربندم و اینا نقره‌ایه، واسه همین اکسسوری نقره‌ای در نظر دارم که میخوام این دوتا رو بذارم الان. خیلی بده جون. الان تکمیل فقط نمیدونم روش چی بپوشم. البته رژ لبم نزدم، ریملم نزدم، خط چشم نمیکشم چون که حوصله ندارم. روش چی بپوشم به نظرتون؟ این کته رو دارم، نمیدونم میتونم این کته هم بپوشم. وای کفشمو نگرفتم، نمیدونم فکرم همین کته یا میپوشم یا آستین بلند میپوشم. آستین بلند حس میکنم واسه این هوا زیادیه. کت هم بپوشم، این جلوش حس میکنم یه جوری سختم بگم. خسته شدم، نمیدونم. این کت هم دارم، اینم میتونم بپوشم، دارم بارونیه. اینم شد از میکاپ. هم ریمل هم زدم ولی فقط به گوشه ها زدم که چشممو کشیده کنه یکم. روشم اینو پوشیدم، حس میکنم خوب شده.